پنگ گردیدن بیماری کرونا کووید 19 است و در این بابت با مهمانی خود دعوت نموده ایم ملا ظهور طاهری، دکتر، روانپزشک، گیاهپزشک و طبیب خلقی. شما رو به برنامه خوش آمدید میگوییم و میخواستیم که سراول اوید همین بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 و خصوصا اوید ترس، یعنی تا کدام اندازه ترس به سلامتی انسان تاثیر میرساند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، اولا ما همه شما را دوست می‌دارم. در آنجایی که کلمه‌های دوستی، محبت، نترسیدن هست، البته اون جا آباد میشد، پیشروی میشد. اکنون درباره ترس و وهمگری مخصوص یک کتاب کلان هست در من که با نامش ترس، 100 نمود زیادی ترس ها هست در وجود انسان و ترس های اساسناک و بی اساس هست. مثلا 31 می سال 81 مرکز کاردیولوژی امروز کارده سنتر میگیم گشوده شد و در آنجا بسیار بیمارها که سکته دل میشدن از ترس میفهمیدن اکثر. برای همین سال 82 مرا فرستادن به شهر سن پتربورگ. قبلا لنینگراد من در آنجا 3 ماه کورس روان پزشکی را آمدم و شروع کردم با ریابیلیتاسیون، یعنی تبابت بیماری های اینفارکت. یعنی که الکی پیشتر میگفتن آدم بیماری اینفارکت شود تیز میمورد، یک قدم بیمارا قدم میزنه در دلشان درس پیدا میشد، وهم پیدا میشد. ما با اصولی هیپنوز، یعنی تلقین کردن، خود تلقین کردن، این از آنها دور کردیم و یک باب کاری علمی من تبابت بیماری‌های سکته دل با اصول سخن درمانی، یعنی تاثیر سخن خطی هست. و خیلی که امروز اکثر آدما از ویروس گفته پیدا میشد، البته در فضا همه وقت میکروب‌ها هست، در وجود انسان توبرکولوز پالشکا هست، خوش دیگر میکروب‌ها هست که ما باید فقط راههای پیشگیریش دانیم و دانیم که ترس ما اساس دارد ندارد. و چیز دیگر، مثلا در کتابی که من سالمی و درازعمری اونجا مثال ها آورده هستم، یک نفر پیش خدمت شب وقتی که خانش به میبیاید از دوست بچه آمده یخت میزنن، پلاش گفته میرن. بعد همین هر شب وقتی که طرف خانش میبیاد و پیشناکنی درک شده پشتش که خانه میداره، در آمده خانه های میبینه، چون که ترس این علاقه اساس دارد. دیگر آدم هایی که ترس بی اساس هست، امروز مثال وهم میافتن، میگن اگر من همین بیماری بیاد تو میموری. بعضی آدم ها در حقیقت در زیر ترس در ارگانیسم میمورن. این کارهای علمی زیاد شدگی گفتنی هستم که در زیر تاثیر سخن در ارگانیسم تبادلات های زیاد به عمل میاد. برای همین امروز آدم ها باید واهمه به نفتن، این ویروس شد، این مرد، این نمرد. این سیستم عادی تری هست. مثلا من خودم وجودی ما قریب 40-50 نمود بیماری ها هست. مثلا من فشار بلند خون دارم، کسلی بیزگاگ مالری شده بودم، گریپای زیاد شدم، سترسین خوش، همین کسلا گذشت. چون که من دانش پیدا کردم، با واسطه دانشم من خودم تبابت کردم و امروز یک سیستم ساختم، سیستم سالمگردانی با اصول دکتر طاهری. در صفحه اینترنت من پرتافتم و حتی اینجا یک کتابچه جست پرکراس نکردم می здоровье. حیات خورسان وقتی که ما سالم باشیم زیباست. ما یک سیستم ساختگی بودیم، سیستم سالمگردانی و درازعمری. این باید از باغچه، از مکتب سر شود. آدم های ما یاتیم. امروز همه بیماری های آورده گردن کرونا ویروس میزنن که این از ویروس مرد. این نادرست تماما. مثلا در همین قربالا دوره که من کار میکردم هر روز حساب میانه 5-10 نفر میمردن. یگان گپ نبود. ما همچون کاردیولوگ مثلا در 1 دقیقه در روی زمین 15 آدم میمورد از کسله های دل. یعنی که اگر ضرب زنید در 1 ساعت 900 نفر، در یک شبانه روز 20,000 آدم میمورد. چیزی که در این باره معلومات نمیتید. این تاثیر پسیخولوژی انسان در معنی سری انسان کد میمونند، همون کد نادرست آدم میمورد. مثال دیگر، وقتی که من در خوجم بیماری قبول میکردم، یک جوانی 34 ساله آمد و همه خیلی که کسالای روحی میشد همینطور کرد که 5 سال پیش یک طبیب منو گفت که بعد 5 سال تو کسال روحی میشی. دیدید کد ماندن، تاثیر سخن. بعد 5 سال در معنی خود ثبت کرده که در همه حالتها پیدا شد. امروز مثلا بعضی آدما نزد فالبی میرن، نزد یک چیز میرن، هم یک کد میموند، یک تاثیر میموند. باوری، اخلاص با تبابت این علاقه نسبی تبابت است.
وقتی که آدما باور میکنن که این هیچ گپ نه، ویروس پیشتر از ویروس هم بود، ما گریپ میشدیم، الکی 30-40% اهالی تاجیکستان در پوچک این گریپ گرزوند گذشته رفت. البته این تاثیر سخن است، پیشگیری کردن لازم. امروز مثلا ما گفتیم بودم که کانتاکت یعنی رفت اومد نشد کمتر خودداری کنند، نه که راهاشو باید دانم. چگونه که میبینیم در دست شما این کتاب آب از سلاح منتر است، تاثیر آب با بیماری های سرایتی چگونه است و با ارگانیسم انسان تا چه اندازه یعنی منفعت آور است؟ تشکر زیاد، سوالی به مورد دادید، چون که من امروز بینید با واسطه تلویزیون هر روز میگن دستای شویی. البته ما دستشویی کایها میدونستیم، فقط مقدارش کمتر زیاد کردن در کار. آب داروی رقم 1 است، برای که بی آب در حیات یگان خیلی موجودات زندگانی کردن نمیتواند. و من در 2 کنگرس آب اشتراک کردم، با زبان روسی سال 2010 چاپ شدگی بود. توصیه مختصری ما، مثلا هر یک انسانی که از خواب میخیزد باید حتما نیم لیتر آب نوشد. برای چی نیم لیتر؟ بدن انسان یک زواد کار کساد است، دل کار کساد، شش کار کساد. نیم لیتر پیشاب قطع میبرد آب بدن که کم شد خون قفل میشه، خون که قفل شد تروم میشه. امروز یکی از سبب‌هایی که بیماری ها میمورن از کسل‌های کرونا ویروس 6 یعنی که بلند شدنی سیگارت خون میگود، یعنی قفل شوی ترکیب خون. وقتی که شما آب یخل نوشیده ایستید، آب در گردش هست، الکی 50% بیماری ها شفا مییابند. و ما پیشنهاد کرده بودیم که در اون برنامه صنعتی سالم گردانی که هر یک بچه که مکتب میرد همراه خودش نیم لیتر آب برد. هر 1 ساعت باید هر یک شخصیت ها که امروز من گوش میکنن باید که 50-100 گرم آب نوشیده ایستادن. این دوری نمره 1. دوم شستشو خیلی که ما گفتیم، بینه های آب گرفتن، گوش های آب گرفتن و یکی از عامل های سالم گردانی آدم ها با این بی واسطه شستن روده ها. الکی در صفحه اینترنتی ما یک کانال شدیم سالمی دراز عمری. من مختصر طرز حقنه کردن در اونجا نشان دادگی هستم و در این عکس من اینو گفتنی هستم که من این جگر، تلخدان، معده، روده دازدانگشته، روده باریک، روده قفص، روده اخراج کننده سبب بسیار بیماری ها در روده قفص میشد. و من در اون کتابچه هم نوشتم که سبب مرگ، چون که ما بینید تازه آدم‌ها تصورات آناتوم و فیزیولوژی که نمیدونن میگن همه خیلی تصورات داد. من همین دل هم تو کارکساس هر یک کشش خوردنش به 70-100 میلی لیتر خون راههای خونگذر به برآمده میره، دور میزند. 1 دقیقه اگه 70 مرتبه زند 7 لیتر خون میره. جای تازه شدن همین خون جگر هست. یکم فیلتر این جگر، دوم فیلتر گرده و در روده قفص اینجا یک وینه هست که همین خون جگر به نبرامده با راههای وینه و دهلیچه دل برامده اونجا شش بمیره. برای همین با آن شخصیت که من میدونم رفیقای نزدیکی من هستم، من توصیه داده بودم قریب که یگان تیوای درباره کرونا ویروس دیگر فکرم نمیکند، چون که بدنش تازه کرده میستد. آب هم از روده ها تازه میکند، هم دست رو هم سر و بدنش میشود و تمام تیز شفا مییابند. اینا آموزاندن در کار برای اینکه عادی ترین الیمنت مردمی ما نمیدونن. امروز شماره فوتیدگان در عالم از بیماری کووید 19 خیلی زیاد شده است. از نگاه شما سبب فوت بر زیاد آدمان در چی است؟ البته در جهان آدم ها هر روز میمیرند، هر روز آدمی نو پیدا می شود و اینجا در اکثر موردها بینید حاضر میگویند که آدم ها که سینش ها از 65 برآمدگی باشد کمتر برون راه بروند که انسان که تولد شد الکی در داخلی و تغییرات های زیاد پیدا می شود. حاضر آدم های میگویند سب صحت بود، غلطید، افتید، مرد. این تماما نادرست. اینجا من یک کتابچه نویسندگی هستم، سخم تبابت بیماری های سرطان رگ با اصول دکتر طاهری. 7 اتباع زشلکومن است، یعنی تنگ شدنی رگ‌های خونگذر، شلک‌ها پیدا شدن در ارگانیسم انسان هست. این همش از نادرست استفاده کردن خوراک‌ها. مثلا عرف و عادت‌های ما هم تغییر دادن در کار، خوراک‌خوری تغییر دادن در کار. باید که ما سیستم خوراک‌خوری ما هم تغییر دهیم، طرز خوراک‌خوری. این البته در درس‌های آینده ما می‌توانیم گفتگو گذار کنیم. من خودم با واسطه آب، با واسطه حقنه کردن خودم تبابت کردم. نباشد نزد جراح میرفتم حتما جراحی میکردم.
برای همین من میگم که آدم ها از بیماری نه از نادانی میمیرن. امروز ما خواهیم نخواهیم این همه بیماری گردن کرونا ویروس میمونن که امروز ویروس اومد آدمای میترسونن. اکثر حاضر از ترس مرده ایستادن. من الکی مثال ها شما بگفتم. برای همین باید ما ترس و هلاکت از خود دور گیریم. بینندگان من گفتنی هستم که این شب روز اکثر آدما حاضر ترس دارن. این اعصاب ویروس نه، اعصاب ترس. و در تجربه کاری من همیشه این بود که یک نفر بیمار قریب یک دو سه هفته در اصفهان در بیمارخانه خواب کرد، در بیمارخانه ولایت شهر خوجند. اون دوره ها من در بیمارخانه قره بالا کارپس 6 کار میکردم. وقتی که آوردن ما حرارت سنجیدیم 38 بود. در حقیقت در زیر تاثیر سخن هیپنوز تاس 36 شد. و دو سه سیانس گذروندیم. ما یک جلسه برای دکترها در قره بالا تشکیل کردیم که من همین بیمار بینه 2 ماه از این بانیسه با اون بانیسه نه که در زیر تاثیر سخن شفا یافت. مرکزی اداره کردنی تاسپ هست در معنی سر و مرکزی ترس هم هست. مرکزی اداره کردنی حرارت بدن گفتیم، مرکزی ارکس یعنی حالت جنسی همش در معنی سر هست با واسطه تاثیر سخن میشه. سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخنهای روان است. یا که من گفتم که امروز که یک سخن عائله را ویران کند، یک سخن یک شهر را گریان کند. این تاثیر سخن است و ما باید امروز از جهت علمی اساس نکنیم، ترس و وهم به نفتیم. عادی ترین چیز خطی من راهاش از شما گفتم میتونم تمام شما دوام 10 روز 15 روز شفا مییابید و ویروس از جمهوری تاجیکستان نیست میشود. چون که الکی حرارت هوا بلند شد، آدم‌ها طبیعت مراجعت میکنن، طبیعت میرن، لب آب میرن، از لب آب از آب غذا میگیرن، از درخت از گل و گیاها غذا میگیرن، انرژی میگیرن. یعنی استاد چون از انرژی گفتیم و ارگانیسم نیز به انرژی یعنی فعالیت کردن میتواند، برای حاصل شدن انرژی در ارگانیسم چی باید کرد؟ تمام دنیا از انرژی وابسته. من امروز مردم پیشتر ما برای تلفن کردن گلاف پشت رفته زنگ میزنیم. امروز از خانه خود انرژی قطعی الکی امیر قطعی گمیزنه دیگر چی هست. وقتی که انسان میفافتد، انسان وقتی تولد شدن نفس میگیرد، وقتی مردن نفس میبرد. فاصله همین یک نفس گرفته یک نفس بردن یک کس 1 ساعت، یک کس 100 سال عمر میبیند. و امروز علم ها اثبات کردند که در کسموس در مسافه 100,000 کیلومتر زون میورتفیق دوش، یعنی انرژی آدم های مردگی در فضا پیدا میشد. من برای اثبات بینید چراغ در گرفت، چون که بدنی من انرژی دارد. من اینجا دستگاه دیگه دارم، با این دستگاه من یعنی گیاه های تشخیص میکنم انرژی چقدر هست، آدم های تشخیص میکنم فقط از روی انرژی. چقدر که داخل ماشین یا که تلویزیون تکنیک ها میبینن انرژی هست یا نیست، در انسان ها ما همین چیزا کشف کردیم، یعنی که از روی انرژی معاین کردن. و سوال خوب دادید که انرژی امروز آدم ها باید بسیارتر به طبیعت برن. من یک کتاب دارم با نام دیرو لیچ. درخت های هم آدم ها تبابت میکنند، آنها از خود انرژی مثبت جدا میکنند. درخت آغوش میکنید، درخت هم انرژی دارد. وقتی که آدم تبرقتی نزدیک درخت به میبیاد و خودش تنگ میکند. این علم اثبات کرده که وقتی که آدم آب میتید و نگاهی میکند و آرام میشد، وسیع میشد. آدم ها میتونن که چند مهلت خوراک هم نخورن. مثلا کتاب پول بری که ما اینجا ترجمه کردیم، معجزه گرسنگی و طبابت دل بیدارو، از کجا غذا میگیرن؟ از آب، از آفتاب، از زمین، از خاک. در همینجا انرژی هست و فقط این چیزهای عادی ترین ما باید با مردم نشان تیم فهمونیم که دانن. بار دیگر میگم که آدما از بیماری نه از نادانی میمیرن و ابوعلی سینا در وقتش گفتن که علم طب 3 شاخه دارد: تیغ، سخن و گیاه. تیغ این دستان جراح وقتی که بسیار بیماری ها هستن که بی جراحی ممکنه باید تبابت کردن. گیاه تمام تلو تپه هایی که ما با هستن، تمام گیاه ها خصوصیت تبابتی دارد. مثلا یک چیز عادی پودینه، همین پودینه در باغش در زمینش دارد استفاده نمیکنن و در فضا الکی خودش ویروس های نیست میکند. روغن های افری همون پودینه. چیز دیگر شیری کمال. شیری کمال من از اینجا مثلا از این دور ساختگی هم هستم با نام فیرول خید دکتر طاهری، هم در روسیه هم در تاجیکستان ثبت نام شدگی، به قد گرفته شدگی، استحصال در روسیه هست. ببینید خود همین فیرول علما وقتش اثبات کردن که ضد ویروسی هست.
یعنی که ویروس ها رو نیست میکند. و حاضر من زیاد آدمایی میدونم که ویروس نی گپاتیت میگن، جگرشو ویروس بگرفتگی یا بیماری های سپید، همین دوره خونده ایمونیتت بالا میکند، خیلی سلامتیشون نقش شدگی است. ما 6 کنگرس بین الخلقی عاید گیاهدرمانی عملی گذاشتیم، طبیبای آموزاندیم. یکی از آنها مثلا 1000 اسپان. در یکی از نمایشگاه در شهر مسکو من نوشتم کوریتی نظرو، یعنی سیگار کشید برای سالمی. همه حیران موندن که این چه خیلی سیگار. من گفتم این شرط نیست، یا که دود میگیرید از بین سر میتید 1000 اسپان. الکای همون میکروب‌های در فضا بودگی نیست میکنن. و ما گرفتیم چند مکتب‌های شهر مسکو. در همون مکتب‌هایی که ما همه 1000 اسپان دود کردیم عموما گریپ نبود. در صنف‌هایی که نکردیم در همونجا 3 5 7 حالتی گریپ بود. این عامل‌های پیشگیری کننده ما باید آدم‌ها رو یادیم. از خود 1000 اسپان مثلا در دوره نابرامداش دیگه میپرتون اونجا شلم پیدا میشد. در این وایبا چخیلی که شلم شیری کمال میگیرن همون هم بسیار زخم شلمش اینه اکن باید متخصص تیار کنن. این درباره دودش گفته میتونن که یک قاشق آشخورش گرفته چای بارن دم کنن، یک قاشق 3 مرتبه نوشیدن گیرن از این چیز علف خش هست پلین. این اگر بینید در صفحه اینترنتی گفته که 17 ساعت به کسله‌های رکن نیست میکنن. باید رو به طبیعت گردانیم. تمام چیز طبیعت. شما 3 سال رفته تگه یگان درخت به دم گیرید، الکه عصبتون آرام شد، انرژی میگیرید، نظم میشید. مناسبت کردن در کار طبیعت با. پیشتر بعض عادی زون عادی بود، تمام تشکیلات ها در دوشنبه همین چیز دورو بود. مثلا هر هفته شنبه یک شنبه کارگرای همین تشکیلات ها رفته در همونجا استراحت میکردن، ارگانیسم خودشو برقرار میکردن، با اومده میرفتن. امروز مثلا باشگاه‌های ما آسایشگاه قریب خالی هستن، همه در تعلق در ترس در وهم هستن. باید ما غم دکترا هم خوریم، نسبت دکترا هم غمخوار باشیم. من خودم در شعبه احیا وقتی کار میکردم در قره‌بالا همه خیلی بود که 3 شبانه روز از بیمارخانه من نبرآمدم. ایمونیته انسان تماما سوس میشه، بیماری تیز گرفتار میشه، فشار خون بلند، خوب وایران میشه. برای همین ما باید سیستمی معینه که من امروز ساختم از طرف حکومت دستگیری شد ما آموزانیم و در تمام مکتب و باغچه و مردمی خود ما برای سالمی درازعمری آدم ها. عادی ترین چیزی که باور کنید همین حدود 50-100 دلار قطعی تمام بیمارا میتونن که شفایمان از استفاده گیاهای شفابخش آب استفاده ساده. عادی ترین چیز شما گرید یک قاشق چایخوری ساده در 200 گرم آب آمیخته کنید، پگاهی بیگاهی همین نوشید. من در ساناتوری خودم همین بیمارا میتیم. اگر سولفه زیاد داده باشید در شیر جوشونید، یک قاشق ساده اندازت خواهید یک کمتر چسناک میده کرد اندازت همین استفاده برید. پیشتر من گفتم سپید این ویروس، هپاتیت ویروس. یکی تبابت یافتم. قبلا من گفتن که کسی که سپید شد 1 سال بمیره. در شهر سن پترزبورگ 15 سال آدما زندگانی کردن، بین خود زن و شوهر شدن نمردن. چون که اینجا تاثیر ترس ما با گشته میبینیم. ترس که شد انسان تیز گرفتار بیماری‌های زیاد میشه. مؤلف کتاب کسله‌های پوست پروفسور کارتامیش می‌نویسد که 50% کسله‌های پوست من با وسیله تاثیر سخن، هیپنوز، تلقین کنید تبابت میکنم. شما هم تو دیدید این زیاد شد، سفیدی من پیش شدیم باز زیاد شد و زیاد میشد، چون که ارگانیسم خیلی خصوصیت دارد. همه میرنده هستن. لیکن ما باید که در همین زندگی امروزه آمادگی به ترس نداشته باشیم، در گرد اطراف پرزیدنت متحد شویم، جمعیت آباد کنیم، به پیش رویم. برنامه ما 100 سالگی هست. تا 100 سالگی مردم محتاج دکتر و محتاج داروها کمتر شوند. تا کدام اندازه برنامه‌های فرهنگی و فراغتی خصوصا خنده برای پیشگیری از بیماری‌های سرایتی تاثیررسان بوده می‌تواند؟ من سالهای زیاد برنامه کرده بودم. از سال 2012 وزارت فرهنگ دستگیری کرد، در تمام قصرهای فرهنگ‌های ناحیه‌ها من رفتم، همین ترینینگ ها آموزش‌های گذراندم. لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت می‌کند، جسم و جان کس ز حرف دوست راحت می‌کند. در حضور دوستان گویم سخن‌های لطیف، خنده هم داروست انسان را طبابت می‌کند. یکی از عامل‌های سالمگردانی این خنده هست. من باوری دارم که بعد 2-3 هفته تماما این کرانتین این چیزا از بین می‌رود. در اینجا فقط کمتر دانش در کار
خودی آدم باید یکون چیزی خنداور منو خندن خودشو رقص کنن. در برنامه من خنده هم هست، رقص درمانی هست. مثلا من شخصا همین برنامه خودم در آسایشگاه دکتر طاهری در ناحیه عینی با بیماران میگذارم. بیمارا هر روز حدودی 15 دقیقه میخندن. در حالت خندیدن ارگانیسم از خود لعاب‌های مخصوص گرمان‌های جدا میکنه، درد نیست میشود. و اینجا یک مثال هست که یک بیماری کلاگینوز دکترها اینا توبه نشونده میگن، بعد همون بیمار میره و در مهمانخانه هر روز 3 ساعت میخندد، کمی دم مونده، درد نیست میشد. بعد یک هفته سلامتش نقصتر میشد، بعد یک ماه تماما نزد میشد. چون که خنده این یکی از عامل‌های سالمگردانی باید که در تمام بیمارخانه‌های ما موسیقی درمانی جاری کرده شود. یکی از عامل‌های سالمگردانی این نفس. ما عادی‌ترین چیز کم استفاده میبریم که در اینستیتوت فیزیکولتور کمتر این مشق‌های میگذارن. متد بوتیکا هست. من در برنامه‌های تلویزیونیم قبلا گفتم، با یک بار دیگه نشون میدم. بینیخت نفس گیرید منا 10-20 سکند داشته ایستید، دهان قطعی بتون برورید. بتون برآمد دیگه نفس نگیرید. بینی داشتن شرط نه، برای که شما یاد گیرید من شما فهموندم. امروز اون اپاراتی که ما ایویل میگویم تی اپارات میمونن، شما اینو یاد گیرید و بیمار شدید، بیمار با وقتی که این پیشگیری کردن حساب میانه مثلا 10 مرتبه پگاهی، 10 مرتبه نصف روزی، 10 مرتبه بیگاهی. مثلا من بیگاهی فشار چه میکنم قریب 2 ساعت، 20 مرتبه همه مشق میکنم، چه میکنم 140 160 بی دارو. یعنی نفس فشار هم عصب آرام میشد، هم خوب تیز میشد. چیزی عادی مثلا نفس کشی یاد گیرید. ما شما فهمون سودیم. نتوانید تو گروه ها جمع شد و با ما فهموده میتیم. دوم که وقتی که من در همون رانیماسیون کار میکردم، قبلا کسلا زیاد خواب میکردن، زستای پنیمونی میگفتن. شش کسلا به گرفتار میشد، ما هم پفک میدادیم، شریک. همون شریک کسلا میگفتیم پف کن. گردش هوا در شش بهتر میشد، ساز میشد. خوش دیگرش یعنی که متد نساس میگفت استرلنیکوف، دست هم تو میدورید 6 یا 8 مرتبه نفس میگیرید، یک بار نفس میبرید. نه راههای نفس شما برقرار شده است. عادی ترین چیز. پول در کار مینه، تنبلی نکنید، یاد گیرید. ما شما با آموزاندم نشد علاوه درس های تشکیل میکنیم، آماده یاد گیرید. یکی دیگر این بینی قطعی نفس میگیرید، من این اشقتی برارید، با این اشقتی نفس گیرید، این اشقتی برارید. با دیگر همین یک کوبکی بینی قطعی نفس میگیرید، نفس میبرید. من مسکه من چسناک است، سرپیوس. مثلا من هر روز همینه پگاهی بیگاهی یک مرتبه در این کوبکی بینی داخل میکنم. من درآمد اینش کلان، اینش معده کردن در کار، اینش هم داخل میکنید، میایستاد 3-5 دقیقه میایستاد، گشته من بروم. علاقه راههای نفس کشوده میشد، باکتری ها نیست میشد. از آن جمله پیاز هم خیلی استفاده کردن. ممکن آدمایی که رینیت، فرانتیت، گای مرید، بعضی آدم‌ها از چشمش آب میرد، همین چیزای استفاده کنن کشوده میشد. قابلیت رساسیش دارد، نیست کرده میپرتود. بینید یک صحبت عادی، یک چیزی که ما امروز در اگرات همه شما هست، بعد بسیار آدم‌ها مثلا ما میگم که لب مولید پیش اگجار هستن، چون که این هم علاقه خصوصیتی نیست کردنی همون ویروسای دارد. باید در تلویزیون متخصصای دعوت کنن، چون که متخصص نباشد خبری نادرست میتن. مثلا یک دکتر برآمد کرد گفت که 90 مرتبه دستان شویید، این نادرست است. قبلا نزد ما بیمارهای نوروز میوردن که تا 20-30 مرتبه دست میشوتن، یک نمودی کسلی. شما حساب میانه مثلا دست ما حساب میانه 5 مرتبه دست موبایل میشوییم. امروز زیادتر یک بیرون برآمدید، در آمدید صابون کتی میشویید. این اکنون یک فکر بینیم که همین در قرآن گفته شدگی دست شستن. حالا ما یک کتاب آماده کردم، دین و سالمی. دین برای سالمی چی میتید؟ همین نماز خوندن، سجده کردن، باوری کردن به خدا، علاقه نسبی تبوت. نزد دکتری آماده شما و مصلحت میتید، علاقه نسبی تبوت به شرط که اجرا کنید. افسوس که مردم ما کمتر تنبل هستند، اجرا نمیکنن. اینا یاد دادن در کار، بی مسئولیتی زیاد اینا مکتب یاد دادن در کار.
чигуне ки дар сомонаҳои интернетӣ ба мо маълум гардид, аз санаи 4 то 11 декабр шумо дар Македония дар шабакаҳои телевизионӣ муддати 3 соат пахши мустақим барномаи худро гузарондед ва суҳбатҳо кардед. Мехостем дониста бошем ки дар кадом мавзӯъ суҳбат намудед ва бо кадом забон буд. одамон дар сафар бузург мешаванд. Чӣ қадар сафар зиёд кардед, ҷаҳонбинӣ васеъ мешавад, бисёр одамҳо вақте во мехӯред. ва як нафар бо воситаи ҳамон интернет гӯем, духтараш касали саратони сина буд ва корманди ҳамон телевидение солнишки мегуд дар Македония. Мана даъват кард, онҷо мо рафтем, рӯзи якум 1 соат ва маротиби дуюм 2 соат дар онҷа мо промои эфир, яъне мустақим доштем. бо одамо аслан мавзӯъҳои ман мавзӯъҳои солимию дарозумрӣ ҳаст. ва бевосита мо дар онҷа тоҷикистон муаррифӣ кардам, курортҳои Тоҷикистон, диёри Тоҷикистон муаррифӣ кардам ки мо масалан курортҳо дорем, Гарчашма, оби гарм, хоҷа оби гарм, ки мардум донад бисёртар рафту омад шавад. ха афсус ки ҳозир ин як муҳлати муайян бо пештар меравад. дар бораи табобат масалан ман дар бораи он ихтироъҳое ки кардам, дороҳое ки ихтироъ кардам дар бораи ферула, дар бораи замч, дар бораи креми тарангин, хушрӯй, балзам доктор Тоҳирӣ маълумот додам. онҳо ҳоло хостанд ки даъват кунанд ки мо ҳамкорӣ кунем. бинед як хизмати оддитарини ман дар дигар кишварҳо ҳам қаддонӣ шуд ва ҳоло чанд китобҳои мана дар онҷа барои тарҷума гирифтан, мумкин аллакай чоп ҳам кардагӣ бошанд. барои ҳамин бисёр хуб мешуд ки мардуми мо бо гап мезанам рӯ ба китобхонӣ гузаронанд. бояд ки болои мизи ҳар як инсонба имрӯз содда бошад, имрӯз об бошад, имрӯз чиснок бошад, истифода баранд. аз он ҷумла балзам доктор Тоҳирӣ ҳаст ки ҳам барои наф, барои солими дарун ҳам истифода кардан, гулӯи дана чайхондан беҳтарин чиз ҳаст. ман ин чиза дар Македония гуфтам. албатта хош ин илма одам ҳамроҳи худаш он дунёбо намебарад. имрӯз бояд дониши мо мардум фаҳмонда тонем, мардум фаҳмад, роҳҳои пешгириша донад. чизи асосӣ пешгирии беморӣ. вақте ки бемор шудед, масалан ман дар шӯъбаи эҳё кардиология кор мекардам, бемориҳо баъди сактии дил, баъди сактии мағнӣ, хоҳед нахоҳед аллакай 50% шумо солимитон барқарор шуданаш мушкил мешавад. барои ҳамин бояд мо ҳаракат кунем ки омӯзонем мардума. одамо аз беморӣ не, аз нодонӣ мемуранд. ман як чиз дига ба диққати тамошобинон расондани ҳастам ки мана ин китобо бинед, асобу опасни инфексия. солҳои қабл касали вабо, холера буд, касали оспа. масалан соли 93 ба фикрам дар ҳамин райони ҳамадонӣ тиф шудагӣ буд. мо ҳамун соли 92 маҷалаи шифо таъсис додем, чоп кардем ва 500 номгӯ маҷалаи мо бурда ҳозир райони Московский ҳамадонӣ шудагӣ. яъне ҳамун мардума додем, хондан давоми як моҳ беморӣ нест шуд, чунки одамо фаҳмиданд ки сарчашма акуҷо мешавад. чӣ хел пешгирӣ кардам. ҳаминам инфексия бо роҳҳои обу дигар чизо мешавад. нақ шуда рафтам. рӯ афтода нашед, воҳима ба нафте то бисёр. мана ин одамо исбот кард, нақ шуда мебафанд. мана чизи дигар ман гуфтани ҳастам ки перекс водород хоҳиш мекунам дорухонаое ки қимат накунед, нархаш 1 сомон, 1.5 сомон. ин оддитарин чиз ҳаст. перекс водород чӣ кор мекунад? ина вақте ки шумо дурумба менӯшед, аз 1 қатра то 40 қатра, ман касалҳои саратонро ҳам хеле тавсия мекунам, аз 40 поён. имрӯз дар барномаи худам нависондагӣ ҳастам ки 10 қатраи 50 грамм обро олдараш карда нӯшед. ин аз худаш атомарни кислород ҷудо мекунад. яъне баъзе паразитҳо ҳастанд ки дар зери таъсири ҳаво кислород мемуранд. ина бисёр ман масалан касалҳои фалаҷи мағзӣ, инсулт мегӯн, инфаркт тавсия мекардам бисёртар. имрӯз як қошиқи ҳамин перекс водорода, як қошиқ қити об қити омохта кунед, биёро гиред, тар кунед, бинибе тиқонед, турундамагӯ дурум мефиристонед, ёки пипетка доручакона қити дорӯ чак кунед, бини шумо тоза мешавад, вирус нест мешавад. умуман вирусҳо пайдо шудан соли 1880. китобҳо ҳаст, ман 10 китоб дорам дар бораи вирусҳо. чӣ хел пайдо шуд намуд, 6000 номгӯи вирусҳо ҳаст имрӯз. барои ҳамин бояд мо нафтем, натарсем, ҳамтон шуд гуфтам. ва методи пешгирии табобаташ ҳаст. вирусҳо ҳам вақте ки расид мемурад вай. баъзе ҳам як капел мепартед, мисолан паша кушак мечошед, паша мемурад. шумо ҳаракат кунед, молтар
دانش آموزید برای سالمی، برای پیشروی، برای زندگی خودتان. تشکر زیاد استاد عزیز برای یک صحبت صمیمی و بینندگان عزیز بار دیگر یادآور می‌شوم